با عرض سلام خدمت همه دوستان. تنظیمات نور ویتریو میخوام خدمتتون توضیح بدم. اول از همه باید ساعت دستگاه رو تنظیم کنید. دستتون روی دکمه اوکی که باشه نگه دارید. مرحله اول ساعت دستگاه است که ساعت دستگاه رو باید تنظیم کنید. مرحله دوم مرحله طلوعه که حالا مرحله اولش هست. شما ساعتی که میخواید نور روشن بشه رو اون ساعت تنظیم میکنید. حالا من گذاشتم روی 15:30. تو همه مراحل هم بعد اوکی رو بزنید که بره مرحله بعد. مرحله بعد کانال نوریش رو تنظیم میکنید. مثلا کانال ایش حالا من گذاشتم روی 40. اوکی. کانال بی 50. کانال سی هم 0. اوکی که میزنید میره مرحله بعد که توی اوج نوره. توی اوج نور هم مثل طلوع همین کار انجام میدین. همین مراحل رو اوکی میکنید پشت سر هم که میرسه به خاموشی. مرحله آخرم که این دکمه اسکیپ رو بزنید نور آماده به کاره. فقط نور به صورت تدریجی روشن میشه و به صورت تدریجی خاموش میشه. یعنی شما طلوعتون ساعت 10 دقیقه پس مثلا روشن میشه، نور به تدریج زیاد میشه و هرچی به خاموشی نزدیکتر بشه اون شدت نورتون میاد پایین و خاموش میشه.